با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های رهبریت عالی مملکت به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، فرارسی فصل بهار و تجلیل جشن بین المللی نوروز در شهر و ناحیه‌های ولایت سوق تدبیرهای وسیع آبادانی و سازندگی راه‌اندازی گردیده ایستاده است. در این زمینه کارهای سبز و خرمگردانی، تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست و بلند برداشتن فرهنگ شهرنشینی همچون سمت مهم سیاست اجتماعی مورد توجه خاص قرار گرفته است. در همین راستا با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق در شهر خوجند و شهر بوستان عکس‌های تازگی محل و ساحل برگزار گردید. چاره‌بینی مذکور در دایره کارهای سبز و خرمگردانی و آبادانی محیط زیست برگزار شده. ساکنان و جوانان و کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها فعالانه شرکت ورزیدند. ضمن برگزاری اکسیه حدود ساحل دریای سیر، گرد و اطراف بیناهای تعلیمی، مؤسسه‌های تندرستی و اجتماعی، محله‌های استقامتی از پرتوهای گوناگون تازه کرده شدند. اینچنین کارهای نرم نمودن بیخ درختان، سفید کردن تنه آنها و شناندن گل و بوته‌های آرایشی براه مانده شده. محیط شهر باز هم زیبا و دلربا گردید. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند همه جانبه برای پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کوشش به خرج داده ایستاده. هر هفته شنبگی ها کارهای آبادانی و تازگی به راه مانده شده است. در مؤسسه، در خوابگاه شنبگی ها هر هفته فکولتت به فکولتت آمادگی دیده، تیاری دیده، تازگی کرده ایستاده ایم. حفظ تازگی محیط زیست امروز یکی از عامل‌های مهم کاهش دادن تاثیر منفی تغییریابی اقلیم به شمار می‌رود. تازه نگاه داشتن ساحل‌ها، پیشگیری پرتافتن پرتوهای پلاستیکی و نگاهداری ذخیره‌های آبی به کاهش یافتن افلاس‌شوی محیط طبیعی و نگاهداری موازنت اکولوژی مساعدت می‌نماید. در برابر این بلند برداشتن سطح مسئولیت شهروندان نسبت به طبیعت و استفاده عاقلانه ذخیره‌ها برای تامین آینده سالم اهمیت کلیدی دارد. تدبیر مذکور امکانیت فراهم آورد که علف‌های بیگانه، ظرف‌های پلاستیکی و دیگر پرتوهای سخت معیشی پورا جمع‌آوری و برطرف کرده شوند. این اقدام پیش از همه به بهداشت وضع اکولوژی و حفظ محیط زیست مساعدت نموده، سطح معرفت اکولوژی اهالی را بلند می‌بردارد. مسئولین تاکید می‌نمایند که ساکنان و مخصوصاً جوانان باید در سمت حفظ محیط زیست مسئولیت بیشتر احساس نموده، من بعد نیز برای تازه و آزاده نگاه داشتن محل زیست و ساحل‌های دریا سهمی ارزنده گذارند. برگزاری چنین اکسیه‌ها جزئی مهم آمادگی‌ها به جشن‌های بزرگ ملی بوده برای آباد و زیبا گردانیدن دیار، حفظ محیط زیست و سهم گذاشتن در مبارزه با پیامدهای تغییریابی اقلیم نقشی مهم می‌بازد.